اوضاع متشنج سیاسی در روزهای پایانی رژیم پهلوی شرایط را برای خودنمایی و فعالیت گروه‌های مسلح در تمام مناطق ایران از جمله آذربایجان، کردستان، ترکمنصحرا و خوزستان فراهم کرد. گروه‌هایی که سازماندهی شده و هسته‌های مرکزی منسجم داشتند، توانستند با یارگیری‌های گسترده به سهم‌خواهی از حاکمیت جدید بپردازند. از جمله این گروه‌ها می‌توان به احزاب مسلح کردی نظیر حزب دموکرات کردستان و کموله اشاره کرد که در همان روزهای نخست سقوط رژیم پهلوی توانستند فعال شده و با افزایش تعداد نیروهای مسلح خویش وارد فاز عملیاتی شوند. همزمان با سقوط رژیم شاه در 22 بهمن 1357 نیروهای حزب دموکرات کردستان در شهرهای مختلف کردنشین به پایگاه‌های ژاندارمری و شهربانی هجوم برده، سلاح‌های موجود در آنجا را غارت کرده و توانستند با توزیع سلاح بین نیروهای خود مقدمات جنگ‌های بعدی را فراهم کنند، به طوری که از سلاح‌های به دست آمده از پایگاه‌های ژاندارمری برای تصاحب پادگان‌های ارتش بهره گرفتند. سقوط پادگان مهاباد. برخی از گروه‌های چپ که از سالهای گذشته نیز ارتباطاتی با احزاب کردی داشتند، بعد از تصرف این شهر به دست حزب دموکرات خود را به مهاباد رساندند. اولین نقشه تصرف پادگان مهاباد توسط گروه‌های چپ طراحی شد. عبدالله حسن‌زاده از اعضای شورای رهبری حزب دموکرات نیز در خاطرات خویش به این مسئله اشاره کرده است. حزب دموکرات که ابتدا سلاح‌های خویش را برای تصرف پادگان مهاباد ناکافی می‌دید، پیشنهاد گروه‌های چپ را نپذیرفت و گروه‌های چپ مستقل از حزب دموکرات وارد عمل شدند. اما بعد از 2 مرحله هجوم در تصرف پادگان ناکام ماندند. سپس حزب دموکرات کردستان وارد عمل شده و در تاریخ 30 بهمن ماه 1357 با طراحی نقشه کامل و تمام عیار و با استفاده از خیانت برخی افسران چپ پادگان، فرمانده پادگان را ترور و پادگان را به تصرف خویش درآوردند. در آماری که بعدها توسط نهادهای نظامی رژیم منتشر شد، سلاح‌های ضبط شده توسط حزب دموکرات کردستان عبارت بودند از تمامی سلاح، مهمات و تجهیزات 2 گردان پیاده، سلاح، مهمات و تجهیزات 1 گردان توپخانه با 18 قبض توپ 105 میلیمتری، 16 دستگاه تانک M47، 6000 قبض تفنگ G3 و تعداد زیادی خمپاره و تیربار. عبدالرحمن قاسملو، رهبر وقت حزب دموکرات کردستان، بعد از تصرف این پادگان با هیئت اعزامی از طرف دولت موقت بازرگان دیدار و اعلام کرد که ما اعلام منطقه خودمختار کرده ایم و تنها خواسته من از شما به رسمیت شناختن این خودمختاری است. بعد از تصرف پادگان مهاباد، نیروهای حزب دموکرات که از نظر سلاح و مهمات کمبودی نداشتند، به فکر گسترش مناطق تحت نفوذ خود در غرب آذربایجان افتادند. لذا حملاتی را برای تصرف پادگان‌های کلیدی شهر خانا یا همان پیران شهر کنونی ترتیب دادند. چون بدون تصرف و خلع سلاح این پادگان‌ها عملاً امکان تسلط بر منطقه را نداشتند. حزب دموکرات از ماه‌ها پیش مقدمات تصرف خانا را با کوچاندن ترک‌های شهر به ارومیه و سایر شهرهای آذربایجان که در آن زمان بیش از 40% خانا را تشکیل می‌دادند فراهم کرده بودند. از این رو شرایط در مرکز شهر خانا در کنترل حزب بود و جمعیت ترک‌ها در کمتر از چند ماه به 1/4 کاهش یافته بود. در اولین عملیات 500 نفر از اعضای حزب دموکرات کردستان در ساعات اولیه بامداد 23 اسفند به پادگان جلدیان در پیرانشهر حمله کردند. اما چون هنوز راه‌های مواصلاتی باز بود، امکان داشت که نیروهای کمکی از راه برسند.
لذا با طلوع سپیددم مجبور به عقب نشینی می‌شدند. به این ترتیب اولین هجوم حزب با شکست مواجه شد. 3 روز بعد در 26 اسفند مجددا نیروهای حزب دموکرات با افزایش تعداد مهاجمین دوباره اقدام به تصرف پادگان جلدیان نمود، اما این بار نیز از تصرف آن بنا به همان دلایل ناکام ماند. این دو عملیات که هر دو به دلیل ترس از رسیدن نیروهای کمکی ارتش از سایر شهرها از جمله سلدوز و ارومیه به شکست انجامیده بود، سران حزب دموکرات را بران داشت تا به فکر یافتن راه دیگری باشند. سران حزب بر سر این موضوع که میبایست قبل از حمله به این پادگانها امکان حضور نیروهای کمکی را از بین ببرند اتفاق نظر داشتند، اما این امر مستلزم تصرف سلدوز و تسلط کامل بر آن بود، زیرا باید به هر نحو ممکن شهر را به تصرف خیش در می آوردند تا از آن طریق راههای مواصلاتی خانا به طور کامل در اختیار حزب قرار گیرند. اما سران حزب بر سر راه خیش یک مشکل اساسی داشتند و آن هم ترکیب جمعیتی شهر بود که بیش از 90% آن را ترک‌ها تشکیل می‌دادند. از این رو امکان تصرف شهر با استفاده از اعضای حزب از کردهای سلدوز میسر نبود، لذا میبایست با تمام توان به شهر هجوم می‌بردند. اما این مسئله نیز مشکلات خود را داشت و تجمع چندین هزار نفری قبل از حمله به نقده می‌توانست با دخالت ارتش و آمادگی نیروهای مردمی تلفات سنگینی به حزب قبل از ورود به سلدوز وارد کند. در چنین شرایطی سران حزب بران شدند که بدون جلب توجه نیروهای خود را به سلدوز منتقل و از آنجا با تصرف شهر و ایجاد جو رعب و وحشت از طریق قتل و جنایت ترک‌ها را از شهر فراری داده و قبل از ورود ارتش شهر را به تصرف خیش درآورند. برای اجرای این نقشه بهترین راه برگزاری میتینگ، آن هم مسلحانه، به بهانه افتتاح دفتر حزب در سلدوز بود، یعنی دفتری که از 2 ماه پیش شروع به کار کرده بود. براستی احساسات لنا راحتیشی که هبو هر اوندم توانی بو هر زنده